حضرت ابوبکر حج کردن، حضرت عمر. اولین آدمی که حج کرد حضرت ابوبکر سال 9 هجری، راهبلت، مفتی حج، راهبری حج، امیری حج از جانب پیامبر صلی الله علیه و سلم تعیین شد که حضرت ابوبکر. بنابراین شیخ الاسلام گفتن که و علم المناسک ادق ما فی العبادات ولولا علمه، علم حج نازکترین عبادت ها هست. یعنی در بین طهارت، نماز، روزه، زکات، حج از همه مسئله مشکل حج است. حج همه دامله ها نمیفهمد و حج هم که از سبب آنکه گاه گاه تکرار میشد، همه آدم تکرار شدم در یک سال یک مراتب تکرار میشه. اگر کسی که هر سال حج میکنه، بعضی آدم ها هستن که در 30 سال 40 سال یک مراتب حج کردن، مثلا اونا خطا میکنن. تکرار شونده نیست مثل نماز یا مثل روزه هر سال. بنابراین خطاگی و علم در علم حج فضیلت است، یعنی علمی نازکتر است نسبت دیگر ارکان اسلام مانند روزه و زکات و حج. بنابراین گفتن که اگر ابوبکر علم نمی داشت، پیامبر صلی الله علیه و سلم یا امیری حج تعیین نمی کردن، چون که برای حج آدم علمدار لازم است. و اینچنین به نماز هم حضرت ابوبکر امامتی کردن. مرو ابوبکر فلیصلی بالناس، ابوبکر امر کنید که به مردم امامتی کند. یعنی به ستون دین مقدس اسلام راضی شدن که ابوبکر در مقام پیامبر صلی الله علیه و سلم، در جایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز میخونه ابوبکر گذاره.